مادر تو شعر بهترینی من، تو عطری آسمینی من، تو ماه نازنینی من، خدای در زمینی من. السلام علیکم بیننده های شبکه شهنام، سلام میرسانم به هر یک شما. من امروز در آخران روزه رمضان، در ماه شریف رمضان که علاقه ما را ترک گفت، در دهه خوشمنظره، در دهه زیبا، باد و هوای فارم دارد، در دهه شبیهیش، در دهه میراکل، امروز در تبریک اولین هستیم. برای تبریک کردن آموزگار معلمه مهربان مغفرت آیتی را امروز تبریک میکنیم. از نام فرزندان، از نام جگربندان آن لحظه های خرسندی را پیشکش شما میکنیم. مانند هر روز و همه وقت همراه ما مهمان این کار شانه میشویم. رفتیم. السلام علیکم مادران عزیز، السلام علیکم زنهای زیبای برانکولی عزیز. من امروز ما فهمیدن برای ما تاکید کردن که در خاندان ما در روز عید، در آخران روزی ماه شریف رمضان، مادر مهربانی ما، مادر غمخوار مونیز عزیز زیبای ما زاد رضارن. البته امروز در دیداربینی دوستان و نزدیکان یکی از آموزگارانی بهترین، یکی از آموزگارانی نامداری انا همین محله دهه خود، استادی عزیز، مادری مهربان مغفرت خدا امروز جشن زادروز داشته. زادروزتان مبارک باشد. امروز تقرصن میزنیم، تکلیف میکنیم. مرحبا. السلام علیکم معلم عزیز، زادروزتان مبارک باشد. ما شما را تبریک کنی آمدیم از نام تمام فرزندان، جگربندان، از نام فرزندان اصیل و عزیز شما را تبریک میگوییم. امروز مولود خجسته را صمیمانه مبارک باد میگوییم. امروز نو چند ساله شده؟ 56 ساله شده. نه چند ساله با مانند؟ 26 می 25 می یا 16 می 16 ساله با مانند. آره امروز روزتان مبارک باشد. از نام تمام این نزدیکان شما را تبریک میگوییم. پیش از همه امروز که ماه شریف رمضان آخران روزش است، عید و عرفه، تمام روز خرسندی بالای هم است. تمام فرشته ها در سر این دسترخوان همراه ما میشینند. امروز افطاری، الها خداوند عزیز و درگاه خودش قبول کند. حاضر چقدر که انسانی خوشبخت‌ترین بودید که با یک مهنت حلالتان فرزندها را با وای رسانده. آن فرزندها با یک مهربانی، با یک خرسندی شما را تبریک میگویند. گفتند که مادر مهربانی ما هم در حیات، هم در زندگی آموزگاری ما هستند. در زندگی ما همچو چشمه خوشگونه شونده مهر و پند و اندرس ها هستند. برای ما در زندگی هر یک مشکلی و پسی بلندی ها باشد، برای ما راهنمای زندگی ما هستند. دوست می‌داریم مادر ما را و برای مادر ما رساند که زندگی را دوست دارم از برای مادرم، از برای آن که مادرم هست بالای سرم. ای خدای مهربان تو نگهدار مادرم، من ببینم درد و غم لیک نبیند مادرم. مادر مهربانم در روز زادروزم من برای شما چی را سوغات کنم، چی را تحفه کنم که آن برای شما خاطرمان ماند. گفت فرزندان چقدر فکر کرده کافته برای شما چنین تحفه های ارزنده و زیبنده را آماده کردند و برای مادر مهربانی من رسانید. گفتند تو هستی در شبی تاری دلم مهتاب و مادر جان، نباشی دل شود یک خلقه زرداب و مادر جان. اگرچه زندگی کرده است دل سنگم، ولی بی تو دلی سنگم شود از دوری هایت آب و مادر جان. سرفرازت کنم در چشم خلق روی دنیای من، زی تو آموخته فرهنگ و هم آداب و مادر جان. اگر حاضر امک جان عزیز بیمارو باشن، اگر بیگ محمد امک یک تا کرسک زنیم، اگر به صحنه تقدیم میکردیم به نزد خاله جان، به نزد استادی عزیز معلم مهربان. مرحبا امک جان، میخواستیم نزدیکتر بیایید. مرحبا. جمالت
السلام علیکم. بیگ محمد شما را امروز در خانه‌دارتان مهمان هستیم. برای تبریک کردن استاد عزیز، برای تبریک کردن معلم آمدیم و البته نیز شما را نیز در این روز خرسندی تبریک میگوییم. امروز بزم زیبای خانه‌دارتان مبارک باشد. در این خانه‌دار فقط انامخیل آواز سرود برآید. در این خانه‌دار فقط انامخیل روزهای خرسندی همیشه باشد. این خیلی فرزندها شما را تاج سر کرده کردند. امروز روزتان مبارک باشد. البته منجا را خود راستش بگویم، همین استادی ما با همین معلمای مهربانی ما با چند بار گل پدرک کرده در این قید حیات با انیتا من حاضر همین دستگل زیبا را فرزندان گفتن که از نام پدرجانم مادرم و خودشان میسپارم، گفتن دست بابا جانشان با تیب کنی اگر خلصه که وقت از نمگر میسپارم. مبارک باشد. حاضر بیگ محمد نیت کرده آمده ما در خانه‌دارتان سخن‌های نکو کنیم. پیش از آن مهمانانی که تبریک میکنند خواستم نیتی نقل زندگی شما رو شنویم. یک تشریح کردن همین استادی عزیز را تبریک گوید که برای شما علامت فرزندهای اصیل را به دنیا آوردند. علامت فرزندهای اصیل در روزهای خرسندی شما در خدمت هستند. مرحمت. Amo consumer dulu kita kondisa kampir sarjadora sudah kali kusi. همه دارم بگیده مبارک باشد. حاضر در اینجا فرزندها آماده هستند که تبریک گویند. یک تا یک نیت‌های نقصانشان را میشنویم. مرحمت. السلام علیکم مهمانان عزیز، خوش آمدید. امروز زادروزی مادر جانم، من تبریک میگم. السلام علیکم مهمانای عزیز، خوش آمدید به درگاه پدرجان و مادرجانم. نوری دیده تاج سر میگوید. من امروز به ما معلوم است که زادروزی مادرجان عزیزم شده ایستاده است. من مادرجان عزیزم را با این روز فیروزشان از سر دل تبریک و تهنیت‌ها نمودم. با پدرجانم کوشه پیر شده، در سر ما همه وقت سایه‌بان شده گردند. 100 ساله شوم. ایا مادر امیدی من تو هستی، گلی بختی سفیدی من تو هستی، توی خورشید اندر روزگارم، توی فصلی بهارم. بهار آید برایت گل بچینم، گلی خندانی رویت را ببینم، فدایت میکنم جان را برایت، نبینم من هیچگاه درد و داغت. 100 ساله شوید بی جان. تبریک. ای رحمت سلامت باشد، مبارک باشد. حاضر فرزندی اصیلشان هستند نه؟ حاضر یک تخشرک اول تبریک میکنیم، بعد از آن توفه را میسپاریم. مرحمت. خیش نباشد تا فرزند بزنه انگشترین طلا برای مادر مهربانشان آماده کردن. مبارک باشد. معلم حاضر عزیزکا گفتم که مادر مهربانی من برای من گوهری نایاب هستند. مادر تو شعری بهترینی من، تو عطر یاسمینی من، تو ماهی نازنینی من، خدایی در زمینی من. ایا مادر، ایا مادر فدایت من، بمیرم من برای تو، نه آید کس به جایی تو، همه دنیا نمی ارزد به گرد خاک پای تو. حاضر عزیزکا گفتن که پدر مادر در سری من تاجی سر شده، علمی خاندانم با فرشته شده، چراغی زندگی من شده کردن. من از هیچ کس کم نیستم، از همه بایی هستم. برای در اینجا فرزندان برای شما تارت شیرین را آماده کردن. میخواستیم یک جای آن را شمهایش خاموش کرده، بعد از آن نیت کرده بریم حتی گلدسته از دستشان گیرید. مرحمت. زادروز مبارک. Zodres Mubora.
مرحمت حاضر شیرینی را هم جای به هم میبینن از آن تناول میکنن. مرحمت یک جایه بگذار خاندانتون اناقه پر از شیرینی ها باشد. فرزند و نبیره ها در اطرافتون فقط پروانه شده. آنا جان بابا جان پنسیه گفتید می بابا شکلات بابا هم خیلی نفسه گفته دادن گرفت گفته نبیره ها اطرافتون پروانه شود. مرحمت مرحمت مبارک باشد. مبارک باشد. حاضر معلم از یک جوان نزدیکتر استیم به نزد خواهرتان حاضر در اینجا فراغت خاله تیار هستند که شما را تبریک گویند. پیش از آن باشد اگر از نام دخترک راهدورتان از نام ماهی نایتی شما را تبریک میگویم. امروز من امکانم نیست که مادرم آغوش کرده تبریک گویم. از من هم امروز خوشبختتر خواهرانم دادرم از من خوشبختتر است که مادرم آغوش میکند. از آن بوی جنتیشان سیر شده نفس گفتن بوسه میزند بران لبهای بران رویهای پر از نورشان. مادرم یاد کردم دوست میدارم. زاد روزتان مبارک باشد مادر مهربان. گفته رساندن از نام ماهی نایتی شما را تبریک میگویم. مرحمت حاضر فراغت خاله تبریک میگویم. مرحمت. السلام علیکم مهمانان در اینجا آمدند. همه شما رو به این درگاه نیک خوش آمدید نور دیده تاج سر میگویم. من از این فرصت استفاده برده خواهر جان عزیزم مغفرت را با این روزی زادروزش تبریک و از نام خودم از نام خواهرانم از نام دادرانم که در اینجا نیستم تبریک و مبارکبادی ها گفته و این اولا صحت سلامتی مستحکم در حیات اولیش خوشبختی ها میطلبم. الها بیگ محمد کتی کوشه پیر شوند پیری به دولت و پیری به راحت شوند عمرهای درازی بی‌دردی بی‌غمی بیرند. الهیم عزیز جان کتی کلینم خوشبخت شوند صاحب چند تا فرزندهای نیک و صالح شوند در این همه حال یکا پوری نبیره ابیره ها شود مغفرت تا آخری عمر نیوره پایی کند فقط توی های بسیار بیند. ما همه خواهران فقط در روز نیک این در همینجا نشته در خدمت این در عزت این باشیم. باز یک باری دیگر خواهرم را تبریک میکنم. الها صد روی عمرکای بیدردی بیغیه بینیم به کمیه بینی از دوره های مهم هیچ کم نشوی رو ها. خیلی حاضر باشد از کلام سالان در اینجا خاله جان عزیز فضالت خاله هستند یک تا خشک کنه آمین. شما ده مهمونت کوی خورم تبریک میکنم تا خواهر جان الهی سر کدر روزکای این نفزگر حضور حلاتی بچه خودتا بین پرچان کتی کوشت که شو حضور حلاتی از جان کتی کل نبین همه بر سر کدر رو کجا خرسد جانه
رحمت سلامت باشیم. مرحمت همراهی البته استاد عزیز محفلت کنم. مرحمت. Dur aman
حاضر مهمانان عزیز از دانکش هم مغز شیرین میگویند نبیره‌های شیرین را در اینجا تیار هستند. همه آنها آنا جانشان را در روز زادروز تبریک گویند. نبیره کلانی سر کرده میدهند. مرحبا. سلام علیکم مهمانان عزیز. من امروز در جن اونم جای ایستاده. من اونا تبریک میکنم. صد داره اونا. آنا تو نازنینی فرشته زمینی توی بهاری قلبم تو ماهی بر زمینی زادروزتان مبارک آنا جان صد بداره. السلام علیکم مهمانان عزیز. شما در برنامه اونم با اونم که با پیش خوش کرد. اونم بیش و سر خدا کسان نشد. آنا جانم مهربانم سی سوزارده بیرونم کلوب داریم هر دایم yüzge کلینگ لوی. رحمان سلامت باشن. خوش باشد اگر مهمانان عزیز حاضر یک جای هم با ما برای تعریف را پر از عکس‌ها کردن رسم میگیریم. بعد از آن با ما جواب. مرحبا بیننده های عزیز، این بودن اولین تبریک امروزه که در آخرین روز ماه شریف رمضان در دهه خوشمنظره میرانقول ما مهمان شدیم. معلمه عزیز، استاد مهربان، استاد چندین شاگردان را تبریک کردیم. البته از نام فرزندان، جگربندان آن لحظه های خرسندی را پیشکش شما کردیم. مانند هر روز و هر وقت با ما باشد با شبکه شهنان که شهنان مانند امروز پر از پوزیتیو، پر از سورپرایز ها را پیشکش شما میکنند. رحمت برای شما، برای مهمانداری. سلامت باشند. خوش. جشنی زاد روز شما در زندگی خوب و خوشترین روز شما دوستان شما جمع شده در پهلویتان شادن از آن که روز فیروز شما دوستان شما جمع شده در پهلویتان شادند از آن که روز فیروز شما شادند از آن که روز فیروز شما زادروز برایتان مبارک مبارک شادی همه جهان مبارک مبارک عالم همه در نظر چی زیباست چی زیباست این روزی نکویتان مبارک مبارک دل شادم از غم همه آزادم مایان همه دل شادم از غم همه آزادم تبریک شما گویم از بزم و طرب شادم تبریک شما گویم از بزم و طرب شادم زادروز برایتان مبارک مبارک
شادی همه جهان مبارک مبارک عالم همه در نظر چی زیباست چی زیباست این روز نگویتان مبارک مبارک خوشبختی زمان باشه ما اهلی هنر خواهیم خوشبختی زمان باشه در زندگی شیرین زیبا و جوان باشه در زندگی شیرین زیبا و جوان باشه امروز که روزی جشنی زاد روزی شما در زندگی خوب و خوشترین روزی شما دوستان شما جمع شده در پهلویتان شدن از آن که روزی فیروزی شما دوستان شما جمع شده در پهلویتان شدند از آن که روزی فیروزی شما شدند از آن که روزی فیروزی شما زاد روز برایتان مبارک مبارک شادی همه جهان مبارک مبارک عالم همه در نظر چی زیباست چی زیباست این روزی نگویتان مبارک مبارک